میگویند که اذان دعوت به نماز است. آیا نماز قضا اذان دارد یا نه؟ در نمازهای قضا اذان گفتن فرض است یا سنت است؟ اذان که برای دعوت دیگرها باشد، در نماز قضا اذان گفتن چی معنا دارد؟ الله سبحانه و تعالی در سوره ماعون وعیدی سخت داده است با آنهایی که نماز را قضا میکنند. الله تعالی میگوید که ویل للمصلین، ویل باد به نمازگزارها. ویل وادی در جهنم است یا کلمه عذاب است. وادی در جهنم یعنی دوزخ باد به نمازگزارها. چی نمازگزارها؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که نماز را وقتش را گذرانیده میخوانند، وقتش را تأخیر میکنند، قضا میخوانند. یعنی برای اینها وادی در جهنم باد. و چی باشد حال آنهایی که عموما نماز نمیخوانند؟ و واقعا قضای نماز به نهایت سوال ها زیاد است. درباره قضای نماز بامداد نواری داشتیم، درباره نماز عصر علاهیده یک صحبتی داشتیم. بعضی مراتب دیگر تکرار میکنیم. در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من ترک صلات العصر فقط حبط عمله، کسی که نماز عصر را ترک کنه در حقیقت عملش بیهوده شده است، عملهای صالحش بیکار میشد وقتی که نماز عصر را قضا میکند، برای اینکه نماز عصر بزرگترین نماز ها است. اینچنین درباره نماز عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم چه که در سنن ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه ثابت است، میگن که الذی تفوته صلاه العصر فكأنما وتر اهله و ماله، آن آدمی که نماز عصر را از دست داده است گویا که اهل و مالش را از دست داده است. تمام اهل و عائله خویشاوندان تمام مالش گویا از دست داده است. 20 سال پیشتر یک استادمون نقل کردن که میگوین روز در شهر ریاض راهگذر بودم و به یک مسجد جامع به نماز پیشین در آمدم. بعد نماز پیشین اعلان جنازه کردند که ناگاه آواز یک مرد بی نهایت بلند داد و فیغام میکرد. عادت مردم عرب این است که در مرگ نزدیکانشان طبق سنت با آب دیده گریه میکنن غالبا، یعنی آواز برآورده نوحه شکایت و داد و فیغان نمیکنن، برای آنکه این حرام است و طبق شریعت باید انسان داد و فیغان نکند در مرگ نزدیکانش. اما با آب دیده این اجازت است و این مهربانی هست که الله تعالی در قلب بندگان مهربانش عطا کرده است. بعد غریب شماریدن میگن، یعنی غالبا مردم این خیلی دادگویی نمی کنند، به نهایت داد و فیغانی بلند غریب عجیب که مشاهده نمی شد. بعد پرسان شدم مردم رو که چی گپ است، این کی است، چی شده است؟ گفتن که این مردی هست. اون وقتا حالا تلفن های دستی نبود. بیگاهی از کار بر میگردد که قصرش سوخته خاکستر شده است و در داخل قصرش تمام مال و ملکش هست و 3 پسر و همسرش، یعنی تمام اهل و عائلش با همراهی تمام مالش سوخته خاکستر شدن. فرزنداش هم مانند انگشت میدهک شدن، حتی شسته نمیشد، همین خیلی آهسته کفن کرده هستند. یعنی همین واقعه را در زیر همین حدیث گفته بودند که کسی نماز عصر را قضا کنند گویا که اهل و عائله و تمام مالش را از دست داده است. بنابراین برادران عزیز بسیارتر سوال آیا از آن گوییم در نماز قضایی یا سنت ها را خوانیم نخوانیم، چیزهای عادی را سوال میدهید و بعضی ها میگن که تو به سوال جواب ده، دیگر چیزها را نگفته. آخر قضای نماز این اساس است، گناه بی نهایت عظیم است. شما از چیزهای عادی میپرسید که از آن گوییم نگوییم. از آن گفتن برای شخصی تنها گذار، حال قضایین نماز تنها گذار در وقتش یک انسان نماز میخوانده باشد مستحب است، یعنی گوید خوب است، نگوید باکی ندارد، از شرط های نماز نیست. چی جای نماز قضایی؟ یعنی اگر نماز قضایی باشد از آن و قامت گوید درست است، اجازت است، ثواب است،
ولی که اصلا نماز رو قضا نکنید. چیزهای عادی رو میپرسید، چیزهای عظیم رو نمیپرسید. حرکت کنید برادر عزیز، نمازهای خود را قضا نکنید، از الله تعالی یاری طلب کنید که نمازها را در وقتش برای ادا کردن الله تعالی برایتان توفیق بندگی دهد، مشکلهای شما را آسان گرداند. انشاءالله به باقی مانده سوال ها هم به قدر امکان جواب میدیم. بعضی برادران بسیار غمگین از آن و ناراضی از آن که به سوال هاشون جواب نگفتیم. واقعا کارمندا برادرایی که به نوار میگیرند و نوار را آماده میکنند، آنها هم مشغولیت های خود را دارن، بنابراین کمتر دیرتر به سوال های شما جواب گفته ایستادیم، ولی انشاءالله کوشش میکنیم در روزهای نزدیک به تمام سوال های شما جواب گردانیم. الله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.